وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این قسمت هم به ادامه بحثمان خواهیم پرداخت که در برنامه گذشته به خدمت شما عزیزان مطرح کردم که آیا الله متعال در همه جا هست؟ ما گفتیم که نظر اهل سنت و جماعت در این نیست که الله متعال ذاتاً در همه جا باشد، بلکه علم پروردگار متعال محیط است در همه جا. بله، درسته. اما قول جهمی هاست که میگویند الله متعال در همه جاست و قول وحدت الوجودی هاست که میگویند الله متعال در همه جا هست و حلولی های بدبخت که میگویند الله متعال در همه جا هست. اما اهل سنت و جماعت این فکریشان و این عقیدهشان نیست. و برخی از آیات قرآن کریم اشاره کردم که الله متعال در آسمان هاست و بر عرش الله متعال قرار گرفته و آیات قرآن کریم هم در این مورد هست. به چند آیه دیگه اشاره میکنیم و بعدا ان شاء الله میرویم به سراغ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و به همین ترتیب اقوال ائمه بزرگوار رو هم در این مورد اشاره خواهیم کرد و برخی از شبهاتی که این افراد مطرح میکنند. الله متعال در سوره مبارکه ملک آیت 16 و 17 میفرماید: اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. الله سبحانه و تعالی حقیقتا در این آیات، یعنی در این دو آیه، پروردگار سبحانه و تعالی اشاره به این میکند که آیا شما خودتان را از این که الله متعال شما را عذاب بکنه، حالا چند عذاب را الله متعال در اینجا مطرح میکنه، آیا شما خودتان را از عذابی که الله متعال شما را بکنه، یعنی معنای کلی و اجمالی آیا این که الله متعال شما را عذاب بکنه، اللهی که من فی السما، کسی که در آسمان است، اامنتم، آیا شما خود را در ایمان دارید؟ آیا خودتان را شما در حفظ دارید؟ آیا خودتان را در امان میدانید؟ من فی السما، از کسی که در آسمان هست، از کسی که در آسمان هست، از کسی که در آسمان هست یا از کسی که در بالا هست، آیا شما خودتان را در امان میدانید از عذاب او؟ حالا نکته بحث در اینجاست، در این آیت 16 و 17 الله متعال در دو جا میگه اامنتم من فی السما، در آیه دیگه میگه ام امنتم من فی السما، آیا خودتان را شما در امان دارید از کسی که در آسمان هاست؟ بدون شک این آیه قرآن کریم دلیل صریح و دلیل واضح است بر این که الله متعال در آسمان هست. دیگه این را یک انسان عاقل نمیتواند انکار بکند و این را تعویل بکند. اگرچه متاسفانه به تعویل اینها رجوع کردن، این را تعویل کردن. حالا میخوام کمی علمی‌تر در این مورد صحبت بکنم، عزیزان کمی توجه داشته باشن. این افراد میآیند از این آیه قرآن کریم استدلال میکنن که نه، الله در آسمان نیست. چگونه استدلال میکنن؟ میگن الله گفته اامنتم من فی السما، میگن فی برای ظرفیه هست، برای ظرفیه استفاده میشه، ظرفه، فی ظرفیه هست، یعنی اینکه آسمان ظرف است و الله مظروف است، این گونه که آنها به هر حال اطلاق میکنند و شبهه پراکنی میکنند. بعد میگه که اگر
چون فی میگوید به ظرفیه هست، اگر این گونه باشد که الله متعال سبحانه و تعالی در آسمان باشه و این آیه میگه من فی السما، دلالت بر این میکند که آسمان از الله بزرگتر باشه، آسمان از الله بزرگتر باشه و این غیر ممکنه. ما هم میگیم غیر ممکنه، ما هم میگیم غیر ممکنه که آسمان از الله بزرگتر باشه. میگه اگر چنانچه فی برای ظرفیه هست و این آسمان ظرف است و الله مظروف است، اگر این گونه هست خب باید الله متعال نعوذ بالله کوچکتر از آسمان باشه. و شما میدانین مثلا و آسمان بر او محیط باشه، آسمان او را احاطه بکنه، چون شما میدانین که ظرف شیئی که در داخلش باشه او را احاطه میکنه. مثلا شما یک گلاس آب رو ببینید، یک لیوان آب را شما ببینید، وقتی آب را بریزین داخلش، همین لیوان آب را احاطه میکنه و این آب اگر اضافه بشه از سرش میریزه، بیشتر از توان خود این ظرف نمیتونه در خود جای بده. میگه آسمان باید از الله بزرگتر باشه به تعبیر شما، یعنی به اهل سنت میگن به تعبیر شما باید آسمان از الله بزرگتر باشه که الله را در خود جای داده. اما اهل سنت چی میگن؟ میگن که نه، این تعبیر و این برداشت اشتباه و غلط شماست که این گونه فکر میکنید و این گونه برداشت غلط کردید از کلمه فی. به خاطر اینکه اولا میگوین سما در اینجا به معنای علو هست، یعنی علما دو جواب دادن. برخی از علما گفتن که سما در اینجا که الله متعال گفته من فی السما به معنای علو است، یعنی من فی العلو، یعنی کسی که در بالایی قرار داره. نمیگه آسمان همین آسمان، کسی که در علو قرار داره که محیط بر همه مخلوقات است. این را از کجا گرفتن؟ از پیش خود میگن؟ نه، از پیش خود نمیگن، بلکه در زبان عربی احیانا سما به معنای سقف و بالایی استفاده میشه، حتی اگر این که در این آسمان دنیا هم نرسه. مثلا الله سبحانه و تعالی در مورد باران میگه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، در سوره مبارکه رعد آیت 17 الله میفرماید الله باران را فرستاده من السماء، از آسمان، در حالی که همه میدانین که حقیقتا باران از ابر میباره، باران از ابر حقیقتا میریزه، در حالی که ابر با آسمان نیست، در وسط زمین و آسمان هست، نزدیک است به زمین، که الله متعال در جای دیگه اشاره میکنه در سوره بقره آیت 164 میگه والسحاب المسخر بین السماء والارض، ابری که مسخر در بین آسمان و زمین. بناهن در زبان عربی چیزی که بالا باشه به اون سما میگند، اطلاق میشه، یعنی در زبان عربی اطلاق میشه که چیزی که بالا باشه به اون میگن سما. مثل که گفتیم الله متعال سبحانه و تعالی میگه که از آسمان برای شما باران را فرستادیم، در حالی که باران از ابر میریزه و ابر با آسمان نیست، بالای سر ماست. بناهن وقتی که الله میگه اامنتم من فی السما، یعنی که اامنتم من فی العلو، یعنی کسی که در علو هست، کسی که در بالایی قرار دارد، بالای عرش است، و این کاملا هیچ نوع تناقض ندارد و کاملا هم معنایش واضحه. حرف دیگری که میزنند علما جواب میدهند، میگویند این که فی که در اینجا آمده من فی السما، فی احیانا در زبان عربی به معنای به علا ترجمه میشه، علا یعنی بر بالا. در آیات قرآن کریم در این مورد هم اشاره شده، زبان عربی در این مورد واضح است و آیات قرآن کریم هم در این مورد وضاحت کامل داره. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه توبه آیت دوم میفرماید فسیحوا فی الارض، فسیحوا فی الارض، میگه شما سیر و سیاحت بکنید بالای زمین، نمیگه که فرود برید به زمین. اگر به معنایی که اونها میگیرند ما ترجمه بکنین، یعنی شما فرود برید به زمین، برید در داخل زمین، ولی در حالی که الله میگه فسیحوا فی الارض، فی در اینجا به معنای علاست، یعنی علی الارض، فسیحوا علی الارض، معنایش این میشه. یا در جای دیگر الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه طه آیت 71 میفرماید در مورد اینکه فرعون با همان ساحرانی که مسلمان شدن در مقابل حضرت موسی علیه السلام عاجز شدن، چی گفت؟ فرعون گفت ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، گفت من شما را صلیب میکنم، شما را به دار میآویزم در چی؟ فی جذوع النخل، علی جذوع النخل، یعنی بر درخته های خرما و بر تنه های درخته های خرما.
اگر فی در اینجا به معنای این بگیرین که بگین همان ظرفیه که اونها میگفتن در امنتم من فی السما، خب معنا اصلا درست در نمیآیه. ولی وقتی که در حالی که علما این فی را به معنای علا ترجمه میکنن، میگن ولا اصلبنکم علی جذوع النخل، بناهن معنا واضحه. بناهن در قرآن کریم فی به معنای علا آمده، نه در یک جا، در چندین جا از قرآن کریم آمده که دو مورد را بنده به خدمت شما عزیزان اشاره کردم. بناهن خوبه که افرادی که میخوان این بحث ها را داشته باشن و به هر حال میخوان که به دنبال هدایت برن، حداقل زبان عربی را بفهمن که الله سبحانه و تعالی برایشان چی میگه. در جای دیگر در قرآن کریم باز هم دلالت بر این میکند که الله متعال سبحانه و تعالی در آسمان است. الله متعال در آسمان است و بر عرش قرار گرفته. اگرچه ما 7 آیه‌ای که دلالت بر این میکرد که الله متعال میگه الرحمن علی العرش استوا، الله متعال بر عرش قرار گرفته، و بعضی از روایاتی که در این مورد را بود در برنامه‌های گذشته که پیرامون استوا صحبت کردیم با آنها هم اشاره کردیم، آنها هم یادتان باشد، آنها هم کلا دلالت بر این موضوع میکند. الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. الله متعال اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است و او بر همه چیز داناست. منظور از ظاهر در اینجا طبقی که در بعضی از روایات آمده، مثلا روایتی که در صحیح مسلم و سنن ابی داود آمده که لفظ سنن ابی داود این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به بستر خود تشریف می بردند دعای طولانی می کردند که از جمله این دعایی بود که پیامبر علیه السلام می فرمودند و انت الظاهر فلیس فوقک شیء، توی الله ظاهری هستی که بالای تو کسی دیگری نیست، یعنی فوق تو کسی دیگری نیست. این صفت این ظاهر که در این آیه قرآن کریم آمده، چنانچه از این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم واضحه و همچنین قول علامه ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیرش. علامه ابن جریر طبری رحمه الله متوفای سال 310 است. ایشان میفرماید که و الظاهر یقول و هو الظاهر علی کل شیء دونه و هو العالی فوق کل شیء. الله متعال عالی است، یعنی الله متعال علو داره بر همه چیز. ظاهر معنایش اینه. و علمای دیگر هم غیر از ایشان این معنا را حقیقتا آوردند و نقل کردند، غیر از علامه ابن جریر طبری رحمه الله که در تفسیر جامع البیان در تفسیر خودش این موضوع را مطرح کرده. تفسیرش مشهور به تفسیر طبری. به هر حال اینها برخی از آیاتی بود که بنده به خدمت شما عزیزان عرض کردم که الله متعال سبحانه و تعالی فوقیت داره و الله متعال سبحانه و تعالی در آسمان هست، الله متعال بر عرش قرار گرفته و الله متعال ذاتاً در همه جا نیست و این قول اشتباهه. حدیثی داریم که در صحیح مسلم که شخصی آمد جاریه یا کنیزکش را آورد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله علیه و سلم پرسان کرد که میخوام این برده را آزاد کنم. رسول الله علیه و سلم برایش گفتن این را بیاور. وقتی آورد پیامبر علیه و سلم از او پرسان کردند این الله، الله در کجاست؟ قالت گفت این کنیزک فی السماء، الله در آسمان است. الله در آسمان است و این علو است که دلالت بر علو عام میکنه. الله در آسمان است و همچنین دلالت بر علو خاص هم میکند که الله متعال سبحانه و تعالی استوا بر عرش کرده. اما آنچه که مورد بحث ما هست علو عامه که الله متعال در آسمان است. اینجا این روایت وقتی رسول الله علیه و سلم از این پرسان میکنن چی میگه؟ الله فی السما، الله در آسمانه. سوال بعدی رسول الله علیه و سلم پرسان میکنن من کیستم؟ این کنیزک گفت انت رسول الله، تو پیامبر خدا هستی. قال رسول الله علیه و سلم فرمود اعتقها فانها مؤمنه، آزادش کن این مؤمنه هست. دو سوال رسول الله علیه و سلم پرسان کردن این الله، الله در کجاست؟ اگر شما از یک نفری که با علم فلسفه و با علم فلسفه بافی و اینها متاسفانه روی آورده باشد این سوال را بپرسید، یا برای شما میگوید تو کافر شدی یا میگه الله در همه جا هست. ولی این کنیزک میدانه
چون دین برایش رسیده، فهمیده، احادیث را فهمیده، قول پیامبر را میدانه، آیات قرآن را حداقل دانسته. چی میگه؟ الله فی السما، الله در آسمان است. اما از این احمقا که پرسان بکنی چی میگن؟ میگن الله در همه جا هست. عوام را نمیگویم، مردم عوام بیچاره نمیفهمن این مسائل را، این مسائل را درک نمیکنن. منظورم افرادی است که با فلسفه و اینها روبرو شدن و اصلا حتی درباره الله سبحانه و تعالی شک در ذهن خودشان دارند و در مورد الله سبحانه و تعالی برای مردم شک ایجاد میکنند، چی برسد در مورد صفات ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی. حالا این جاریه یا این کنیزک چی میگه به رسول الله علیه السلام؟ میگه که الله، وقتی پیامبر علیه السلام پرسان میکنن این الله، میگه الله فی السما، الله متعال سبحانه و تعالی در آسمان هست. و این روایت را امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح خود روایت کرده و حدیث مشهوره و خیلی از ائمه بزرگوار وقتی که در باب علو ذاتی پروردگار سبحانه و تعالی صحبت میکنند به این حدیث استناد میکنند و در کتب فراوانی حقیقتا این حدیث و این روایت آمده. اجازه بدین بینندگان عزیز و گرامی که یک میان برنامه ببینیم. بعد از یک میان برنامه انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت. فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از ادامه برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، به یک روایت هم در مورد اینکه الله سبحانه و تعالی در آسمان هست اشاره کردیم. به روایت دیگری میپردازیم که رسول الله علیه السلام در حجة الوداع فرمودند که بعد از اینکه صحبت‌های طولانی رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، رو به مردم کردن، گفتن که و انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، شما در مورد من سوال میشوید، چی میگویید در جواب؟ از شما سوال خواهد شد که این پیامبر آیا دعوت خود را برای مردم رسانده یا نرسانده، شما در جواب چی میگویید؟ گفتن که نشهد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ما شهادت میدهیم که یا رسول الله تو تبلیغ کردی دین را، ادای مسئولیت کردی و خیرخواهی که باید میکردی در حق امت خود کردی و در حق انسانها کردی. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ دست خود را، انگشت سبابه خود را بالا کردن، یرفعها الی السما، به سوی آسمان بلند کردن، و ینکبها الی الناس، و آن را اشاره دادن به طرف مردم و گفتن اللهم اشهد، یا الله تو شاهد باش، اللهم اشهد، اللهم اشهد. این روایت در صحیح مسلم آمده. آنچه که دلالت می کند این است که رسول الله علیه السلام اشاره کردن دستشان را به طرف آسمان، انگشتشان را به طرف آسمان بلند کردن، اللهم اشهد، یا الله تو شاهد باش بر این مردم که من ادای مسئولیت کردم. از نظر علم بلاغت شما می دانید عزیزان که از نظر علم بلاغت مشار الیهی باید محسوس باشه و رسول الله علیه السلام از روی عبث و بیهوده دستشان را به طرف آسمان بلند نمی کنند نعوذ بالله، بلکه این مشار الهی محسوس هست که الله متعال در آسمان هست و انسان ها می دانند، این مردم هم می دانند که رسول الله علیه السلام وقتی دستشان را به طرف آسمان بلند می کنند منظورشان الله هست.
در ذهنشان این هست که منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که الله متعال در آسمان هست که دستشان را بلند میکنن طرف آسمان، باز اشاره میدن به طرف مردم. به هر صورت این حدیث هم دلالت قوی دارد بر این که رسول الله علیه و سلم بیان میکنند، بیان حقیقتا فعلی. اون اول بیان تقریر بود که رسول الله علیه و سلم تایید کردند و در اینجا هم بیان فعلی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که فعلا رسول الله علیه و سلم این را برای ما متوجه میکنند که الله متعال در آسمان است. و حتی از نظر سنت قولی پیامبر علیه و سلم وقتی بگیریم که روایات زیادی هست، حتی در وقت نماز، خیلی دور نریم، در وقت نماز چی میگه؟ سبحان ربی الاعلی، به پاکی یاد میکنم اللهی که پاک است، اللهی که چیست؟ اعلاست، یعنی او فوق همه است، بلند است، که حقیقتا دلالت بر این میکنه که الله سبحانه و تعالی در فوق است. و این روایت که بنده به خدمت شما عزیزان روایت کردم در صحیح مسلم هست و حدیث مشهوره، حدیث در این مورد مشهور هست. در حدیث دیگری که امام بخاری رحمه الله روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الملائکه یتعاقبون، ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار. ملائکه به تعقیب میآیند، به تعقیب میآیند، یک گروه میره گروه دیگر میه، یک گروه میره گروه دیگر میه، از آسمان، از آسمان میان زمین، باز از زمین میرن آسمان. و بعد میفرمایند که ملائکه هستند، فرشتگانی هستند باللیل در شب، و ملائکتون بالنهار، فرشتگانی در روز هستند. و یجتمعون فی صلات الفجر والعصر، در نماز صبح و در نماز عصر اینها با هم جمع میشن. یعنی چی؟ یعنی این که فرشتگانی که در شب هستند در نماز عصر میآیند، وقتی که نماز عصر میشه فرود میایند به زمین، و فرشتگانی که در روز هستند اینها در نماز عصر میرن بالا. باز وقتی که نماز صبح میشه فرشتگانی که از شب بودند میرن به آسمان ها، فرشتگان روز میآیند در روی زمین. این است معنای قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. آنچه که مورد استناد است اینه که رسول الله علیه السلام میفرماید ثم یعرج الیه الذین باتوا فیکم فیسألهم وهم اعلم. اینها بلند میشوند، اینها میروند بلند میشوند. حالا منظور عروجه، اینها عروج میکنند با آسمان ها. بعد در حقیقت الله سبحانه و تعالی در اونجا از اونها پرسان میکنه فیقول کیف ترکتم عبادی. الله متعال وقتی که اینها عروج میکنند در آسمان ها، الله متعال از اینها پرسان میکنه، در حالی که میدونه الله، ولی میخواد که الله سبحانه و تعالی با علم ظهور به اینها بفهمانه که بندگانی هستند که چون وقتی فرشتگان الله متعال میخواست که انسانها را خلق بکنه، گفتن که آیا تو میخوای کسی خلق بکنی که خون بریزانه، کسی خلق بکنی که در روی زمین فساد بکنه؟ الله سبحانه و تعالی برای از اونها گفت که من از شما بهتر میدانم. فیقول، الله میگوید کیف ترکتم عبادی، شما بندگان مرا در چی حال ترک کردید؟ فیقولون، این فرشتگان میگویند ترکناهم یصلون و اتیناهم یصلون. ما وقتی که اونها را ترک کردیم آمدیم در اینجا اونها نماز میخواندن، وقتی که رفتیم هم دیدیم اونها نماز میخوانند. در هر دو حال نماز میخوانند، چون نماز فجر و نماز عصر، نماز صبح و نماز عصر. وقتی که نماز عصر میشه فرشتگانی که از شبن میآیند میبینن مردم نماز میخوانند و فرشتگان روز میرن، الله از اونها پرسان میکنه، میگه الله اونها نماز میخواندند. وقتی نماز صبح میشه فرشتگانی که شبن میرن، الله از اونها پرسان میکنه، میگه الله دیروز عصر هم که رفتین اونها نماز میخواندند، حالا هم که آمدین اونها در حال نماز بودند. و این دلالت بر فضائل و فضیلت نماز صبح و نماز عصر میکنه و دلالت بر این میکنه که الله متعال در آسمان است و فرشتگان عروج میکنن در آسمان. فرشتگان عروج میکنن در آسمان. بنابراین این دلالت قوی بر این دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنند که فرشتگان تعرج، فرشتگان عروج میکنند، میروند بالا و الله متعال از اونها پرسان میکنه اینها را. این حدیث در صحیح بخاری آمده. حدیث دیگری که امام ترمذی رحمه الله روایت کرده که آخرین روایت هست حقیقتا در بحث ما، چون روایات در این مورد فراوانه.
عزیزانی که میخوان در این مورد معلومات پیدا کنن، کتب است، کتب خاصی در مورد این موضوع نوشته شده. مثلا کتاب مختصر العلو از امام ذهبی رحمه الله کتاب بسیار مفیدی است. امام ذهبی رحمه الله در این مورد آیات و روایات و اقوال و آثار ائمه بزرگوار را آورده در اونجا. و دیگر علما هم یعنی قبل از امام ذهبی رحمه الله کتبی در این مورد نوشتن. مثلا علامه ابن قدامه رحمه الله از ائمه بزرگوار هست، از علمای بزرگوار هست، کتاب نوشته به نام اثبات صفت العلو، اثبات برای صفت علو نوشته. و دیگر علمای بزرگوار هم در این مورد کتبی نوشتن که عزیزانی که باز میخوان بیشتر در این مورد معلومات پیدا بکنن میتونن که به اون کتب مراجعه بکنن. یک حدیث دیگر روایت میکنیم از سنن ترمذی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که رحم میکنن، کسانی که مهربانی دارن، الله مهربان به اونها مهربانی میکنه. اگر تو به بنده مهربانی بکنی، اللهی که مهربانه به تو مهربانی خواهد کرد. بعد میفرماید ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، شما به اهل زمین رحم کنید تا یرحمکم من فی السماء، کسی که در آسمان هست بر شما رحم بکنه، کسی که علو داره بر آسمان ها بر شما رحم بکنه. حالا بحث اینجاست که رسول الله علیه السلام با صراحت کامل میگن یرحمکم من فی السماء. از این دیگه واضح تر چی باشه؟ اون ذاتی که علو داره بر آسمان ها بر شما رحم بکنه، بر شما رحم بکنه. این حدیث در سنن ترمذی آمده، حدیث شماره 1924. عزیزانی که باز میخواهند در این مورد معلومات پیدا بکنن، کتب را به خدمت عزیزان برخی از کتب را معرفی کردن، میتونن که برن در اونجا مراجعه بکنن و ببینن. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، بحث دیگری که باقی میمانه اقوال ائمه هست که لازم اینها هم به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض بشه تا اتمام حجت بشه برای کسانی که به هر حال این مسائل را نمیخوان قبول بکنن و به هر حال مردم مسلمان ما از شر اینها در امان باشند و بدانن که اینها مردم مسلمان را میخواهند به کدام ورطه هلاکت بیاندازند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که در این قسمت از خدمت شما رخصت بشم تا قسمت بعدی که در خدمت شما قرار خواهم گرفت. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.